بوجخانه منطقه تیومن روسیه روز 12 دکامبر سال 2023 خبر داد که کارمندان بوجخانه فرودگاه سورگوت از بغاج یک مسافر پرواز سورگوت خوجند 1,10,000 روبل پول نقد پیدا کردند. این مسافر با چنین مبلغ بزرگ از راهرو سبز میگذشت ولی به دست افتاد. کارمندان بوجخانه بعد تهیه پروتکل 973,000 روبل معادل $10,000 امریکایی را به صاحب پول برگردانیدند و 36,000 که از میور زیور بود گرفتند. ایگر گلوزن سردار بوجخانه سورگوت در شرح این پرونده گفت هنگام حساب پولهای نقد معلوم شد که این شهروند از روسیه مبلغ بیش از $10,000 امریکایی را به خارج بردنی بوده است. طبق قرب رسمی بانک مرکزی روسیه او از حجم اجازت داده شده 36,000 روبل پول بیشتر را با خود داشته است. او می توانست به این کردار رو ندهد. این مسافر باید با راهرو سرخ میگذشت و در اعلامیه گمرکی نشان میداد که با خود چقدر پول دارد. باید تاکید کرد که پر کردن اعلامیه گمرکی به پول است و شهروندان برای پولی که با خود میبرند یگان خیل بوج و خراج نمی سپارند. در رابطه با این حالت در بوجخانه اعلام نکردن پول نقد بر اساس ماده 16 کد حقوق ویرانکنی ماموری روسیه پرونده ماموری گشوده این پرونده را الکی به دادگاه سپردند. ماده 16 برای بدون اعلامیه از مرز اتحاد اقتصادی اوراسیا بیرون بردن مبلغ از معیار بیشتر همچون جزا جریمه به اندازه از 50% تا 2 برابر مبلغ یافت شده یا مصادره این مبلغ پیش بینی می شود. حادثه اخیر در حال رخ داد که حکومت روسیه در پی اعلام تحریم‌های سنگین بین المللی بعد حمله نیروهایش به اوکراین انتقال پول به خارج این کشور را تحت نظارت شدید گرفت و خیلی محدود کرده است. حالا به بیرون از روسیه برآوردن مبلغ بیش از $10,000 کاملا منع کردند. بیرون برآوردن پول نقد برای روبل روسی محدود نشده است ولی در صورت برآوردن مبلغ طبق قرب رسمی از $10,000 امریکایی بیشتر باید صاحب پول اعلامیه پر کند. در صورت با خود بردن مبلغ طبق قرب رسمی بیش از $10,000 شهروند باید در برابر اعلامیه به کارمندان بوجخانه همچنین سندها درباره منبع رسمی این پولهای با خود داشته را نشان بدهد. حادثه اخیر در حال رخ داد که این شب و روز اوج موسمی از روسیه برگشتن مهاجران کاری است. بسیاری از آنها پولهای با عذاب در مهاجرت کار کردهشان را میخواهند به صورت نقد به وطن بیارند. به این دلیل از مهاجران تاجیک دعوت میکنیم که هنگامی از روسیه برآوردن پول نقد خیلی احتیاط کنند تا که پولهای با این قدر عذاب و مشقت در ملک غریبی به دست آوردهشان مصادره نشوند.